مادر جان، سخن من یک توست. اگر بعد از جراحی وعدتان را اجرا نکنید دیگر رویم را نمیبینید. شاید جناب کمال پسرش را باز به دست دارد، اما شما پسرتان را از دست میدید. خبردار باشید. فکر میکنم که در وقتی ناگوار آمدم. خانم نیلگون، من برای تکرارن تشکر گفتن آمدم. شما با من نه، با پسرم تشکر گویید. راست میگوید. قادر، با تو نیز باز یک بار دیگر تشکر میگویم. چگونه حسیات داشتنت را میدانم. خواطر میشوی. میدانم برای آن که من هم همین طورم. لیکن خواطر نشوید. این جراحی خوب میگذرد. با مانند دکتر عارف در این دولت دیگر دکتری نیست. انشالله. برای این نیکیتان یک عمر منتدار میشوم. باور کنید که هیچگاه فراموش نخواهم کرد. قادر، چیکار کردید تاغو؟ با کریم صحبت کردید؟ بله، خوب تنبیهش کردم. خواطر نشو، این کار حل است. او چی گفت تاغو؟ از شما پول طلب کرد؟ کمی دشوار شد اما حل کردم. کمی وعده پول کردم. اگر حاضر به خبرنگاران خبر دهی به تو یگان فایده نمی شود. گفتم اگر خبر دهی سری خود را به بلا گرفتار میکنی و 5 درهم هم گرفتن نمیتوانی. وقتی که کمی او را ترساندم دیدم که به خود آمد. اگر شد و آروم نشود، اگر رفته گویا چی؟ مادرم خود معمای بسیاری دارد. باز به این مشغول شود. از یک طرف قادر، از یک طرف خطر جراحی. باز کریم پیدا شد. چرا من به این آدم باور کردم؟ چقدر من ساده هستم. خودت را اینقدر گناهکار نکن جیان. گذشت رفت، تمام، همش حل شد. یعنی چه میشد؟ حالا نیلگون از قادر خفه است، اما بعد میفهمد که راه درست همین است. من بعد همش خوب میشود. فهمیدی؟ خواطر نشه، دلت را تنگ نکن. کنی کمی خنده کن، ها؟ کنی؟ ها؟ رفتیم. برای جراحی یگان مشکلی نیست. پگاه سحر بر وقت سنجشی آخران را گذرانیده به جراحی شروع میکنیم. اگر به یگان دشواری دچار نشویم در مدت 24 ساعت از حجره احیا میبراریم. با خواست خدا. خدایا با ما یاری ده. من رفته قادر رو خبر میگیرم. آرهان تو با من بیا. خوب. عارف با تو باور میکنیم. با تو نیز آرهان. باور کنید از دستمان چیزی که بیاید همش رو اجرا میکنیم. باور میکنم. پسرم کامل طاقت کن. چیچک، شیرینکم، زیبایکم، دیدی امینا برای تو چی تیار کرده است؟ تورتی دوست داشتد. شما من رو مسخره میکنید.
آیا من در حال فکر کنی تارت هستم؟ مرا اینجا حبس کردید، باز به من تارت آورده اید. بیبی جان، التماس مرا ببخشید، احوالم بسیار بد است، بسیار بد است. میفهمم دخترم، ما هر دو در یک احوال هستیم. اگر کم زیاد نشود یا اینکه با او یگان حادثه رخ دهد چی؟ آیا پدرت به تو وعده نداد؟ وعده داد، تا این وقت کدام وعدهش را اجرا نکرد. مگر تو به پدرت باور نمیکنی؟ باور میکنم، در این دنیا از همه بسیارتر به او باور میکنم، اما ماما ندارد. اگر کمال صحت میشود گفته باشد، مرد صحت میشود. اگر او صحت شود از تو شکایت میکنم. این چشمانی الماسی را بین، از گریه کردن به مانند چشمانی گرگ شدن. با او میگویم که وقتی تو در بیمارخانه بودی او همه وقت گریه میکرد. بیبی جان، من شما را بسیار دوست میدارم. یک تویه دخترکی زیبایه. کاش این شب زود گذرد. قادر